در بین جامعه گپی تو و وهابیت امروز کفر است. وهابیت پیش مردم کفر میگه. من یک وقت با یک تعداد دوستا گفتم که من ناحق سفر کردم در پاکستان به خاطر حصول علم، بعد پیش شما علم میاموختم و گفتن که مولوی صاحب سر ما ریشخند نزن، ما خو عوام مردم هستیم تو میگی. من گفتم نه، ما بسیار صحبه کردیم، بعد پیش شما درس میخوندم. گفتی تو نگو مولوی صاحب ما را دیگه تحقیر نکن. من گفتم شما این قدر عالم هستی که حتی فتوا میدی، مفتی هستی. ما چی بود فتوا دادیم؟ چرا سر ما تومت بسته میکنی؟ ما گفتم نه، مسائل عادی هم فتوا نداده، مسائل کفر یک کسی را. ما کی گفتیم؟ ما از پیشتون سوال کردم. اول سوال کردم وهابی به نظر شما چیست؟ یکیش گفت که وهابی از یهود کدام بد است، دیگهش گفت که از نصارا کدام بد است. من گفتم خب همین نظرتون است؟ گفت بله. خب من گفتم اگر یک نفر همینجا برای تا نماز خواند و بعد از او مولای امام روی خود دور داد، همین مردکه خیست رفت، همین نفر چی میگه که قطع شما به حیات اجتماعی دعا نکرد؟ گفتی وابیست. خب من گفتم وابی را پیشتر تو چی گفتی که از یهود و نصارا بد است؟ بعدی ما که کافر است، نعوذ بالله، وام کافر است یا هم کافر است. اینو فتوای کفر یک آدم با ترک یک عمل داده یا نداده؟ خیر شما علماست دیگه. اصلا علمای ما متوجه گپا نمیشه. من یقین به الله بکنه که بس اوقات آنقدر حراس دارم که یا الله در روز قیامت ما علما چی جواب بگیم که مردم خود نعوذ بالله وادار به نفرت سنت رسول الله میکنه، که از سنت رسول الله مردم نفرت داشته باشه. امروز از رفیلدین و از امین بالجهر گفتن چقدر نفرت است. در مساجد این دیگه تقویت داده میشه. آخر در روز قیامت تو علم چی جوابی داری؟ لا اقل خیر است کتاب مذهبی خود مطالعه کردی، کتاب دیگر هم مطالعه بکن. بی نکو که کتاب دیگه مذهب هم مطالعه نکن، برو در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقیما. بی که در احادیث هم قوت و ضعفش مکمل عالی، الحمدلله گپا کلش مشکل حل است. احادیث حکم شده، ای صحیح، ای ضعیف، ای موضوعی، ای منکر، ای غیر مقبول، کلش واضح است. در درجه حسن است، یه حدیث صحیح است، چی است؟ صحیح لغیری است، یا حسن لذاتی است، یا حسن لغیری است، کلش حکم شده. به انصاف انسان مطالعه بکنه، ببینه که یک عمل چقدر است. اما با تاسف علما وسیلت خود ادا نکرده، به عوض از اینکه مردم بدانونه دیگه هم وارد تحریک میکنه علیه عمل.